چیزایی که نمیدونی پارت 7. غده تیروید یکی از غده‌های مهم بدنه و اگه براش مشکلی پیش بیاد خیلی آسیبای زیادی به بدن میرسه. حتما با خودتون توی خونه معاینه کنید غده تیرویدتون رو و اگه مشکلی بود به پزشک مراجعه کنید. اول از همه اینکه غده تیروید تو حالت عادی نباید دیده بشه و شما یه ذره سرتون رو به سمت بالا بیارین و آب دهنتون رو قورت بدین. اون موقع غده تیروید به صورت برجسته دیده میشه. از لحاظ اندازه دو تا غده تیروید باید با هم دیگه برابر باشه، یعنی در دو طرفه بالا و پایین رفتنشون باید با هم دیگه یکسان باشه و باید برابر باشه. ولی اگه یکم غده تیروید راست بزرگتر بود مشکلی نیستش. برای غربال کردن غده تیروید کافیه که شما بیاین اول بدونین که غده تیروید کجاست. اول از همه قضوف کریکوید رو پیدا می‌کنید، یه ذره پایین‌تر و در طرفینش تیروید قرار داره. اگه پیدا کردنش براتون سخته، از فرد بخواید یه ذره سرش رو بده بالا و آب دهنش رو قورت بده. کاملا غده تیرویدش مشخص میشه. پشتش یا جلوش قرار بگیرید، با انگشتاتون آروم شروع کنید به لمس تیروید. نباید اصلا حساسیت به درد داشته باشه یا نباید برآمدگی داشته باشه، تورم داشته باشه و هر کدوم از اینا رو داشت سریعا به پزشک مراجعه کنید.